سلام بچه، من مهدی جاکسی هستم و امروز اومدم براتون یه ترکیب با پرسو بازی میدیدم که بچه واقعا این تاثیر زیاد نداره مثلا روی کاپ شما. واقعا مثلا بعضیام من کلا 4 تا باخت داشتم، چند بیشتر که برده باشه این روز کلا برد و باخت داره دیگه. چه بازی کنم برد و باخت داره و ترکیب خوبه بالاخره. آقا بهتون یکی دو تا بابا توی ترکیب حتما باید چی رو بزنید، نباید برید بابا جون اینا رو باید حتما حیفا رو بزنید، چون میتونه راحت شما رو بکشه و ما نمیتونیم جون بدیم چون به یه دفعه میکشه. شما فقط باید برقولک بازمی که بزنید، اگرم حریف اومد جون بازمی که یه دونه با تکان میزنید و بعدش هم با هم بازمی دیگه. این روند رو ادامه میدید تا وقتی که اینا تا به اندازه‌ای که میخواستید برسه و اینا بمیرن، نه به اندازه‌ای که من زدم، به اندازه‌ای که اینا بمیرن و کاری هم نداره. آسون ایزی. خب رفقا اینجا که دیگه تقریبا سطح برابر بود و اینو بهتون میگن لول 2 یا لول 3 یا 4 بودن رب نداره آقا. ما بازی کردن مثلا واقعا میگم من بعضی خیلی بازی شما مثلا این لول 2 3 مثلا این ترکیب لول 4 5 رو میزن، ترکیبش خوبه، همه چیزش بلده. مثلا من اینجا الان گذاشتم بازمی که ما بکشه، اصلا واقعا برام بازمی مهم نیست، چون مثلا در اینجور شرایط چون میتونه با اجدر نکات خونسا کنه و در این شرایط نباید اصلا شما بازمی مثلا برقولک شروع کنید. مثلا مثل اینجا من الان هم دارم یارم اچ پی میدم، هم باید به یارم وظیفه دارم اچ پی بدم که این خودش بدبختیه. و اینو بهتون میگم این ترکیب یا میبرین یا مساوی میکنین یا میبازین، تهش همینه دیگه. تمام. ترکیب عالی، خوشمزه و همین خوشمزه با سادگی. خب رفقا اینو بهتون میگم که این اصلا بچه اینو بهتون میگم اصلا هیچ وقتی مثلا چرا دو نفر مختلف باید وردارین و میتونین وردارین. آقا چندی برای وقتی که دیدین بعد نجس پلیر رو با شاین تکتی رو اینجور چیزا بازی میکنن، این برای اون شرایطه، این برای اون شرایط نانازه که دیگه این برای اون موقع شرایط ساخته شده که دیگه خب دیگه چندی توش اون شرایط میتونه کمک کنه. هر شرایطی چندی ها خیلی خوبه برای و این بازی هم که مساوی کردیم راحت اینا کاری نرم، چون مساوی بهتره باختی بخوام حمله کنیم، مساوی میکنیم اینا کاپ که همیشه نهید. و تا ویدیوهای دیگه بدرود.